امشب ای میژگان سیاه، چشمی که بر روی تو بود، دودی آهم مار پیچی طاق ابروی تو بود. شمع در فانوس چون دل در بری من می تپید، در کدامین باز امشب قد دلجوی تو بود. بود در چشمم نگه چون در بیابان گرد باد، حلقه دامی که در دنبال آهوی تو بود. ماه شبگرد از تو ای آرام جانها پی نیفت، تا سحر چون سیدا سرگشته ای کوی تو بود. میرابید سیدای نصفی یکی از بزرگترین سخنوران عصر 17 ادبیات تاجیک به شمار می رود که میراث غنی از خود باقی گذاشته است و یکی از مشهورترین شاعران در محیط امروزه تاجیکستان به حساب می رود. سال 1977 با کوشش شادروان نادر شنبه‌زاده دیوان شاعر نشر گردید که در این دیوان اساساً بیشتر غزلیات شاعر غزلیاتش جا داده شده است و بعضی پارچه‌ها از مثنوی ها و مخمس ها. محبت و میراث معنوی گذشتگان، صنعت والای سخنوری، هنری ناتکراری هر یک ایجادکار او را حیران نموده بود. همین دلبستگی او را وادار ساخت که راه بخارا را پیش گیرد. او به بخارا آمد. تحصیل عالی خود را در مدرسه لبی حفظ نادر دیوان بیگی پیش عالمان و دانشمندان بزرگ زمان دوام می دهد. پس از درس سیدا بیشتری وقت خود را برای آموختن اشعار پیشگذشتگان و معاصرانش صرف نموده، نازکی های کلام بده، سیر هنر ایجاد را می آموخت. از سخنوران عصر میانگی ما بیشتر اشعار 3 نفر شاعر بین خلق بیشتر شهرت دارد. یعنی ورد زبان مردم گشتن اساساً از راهی به سرود در آوردن، یعنی متن‌ها رو به سرود در آوردن سرایندگان یک واسطه‌اش همین است. یعنی وقتی که بیشتر که زمزمه هر سراینده و حافظان که بیشتر زمزمه کردن همانقدر مشهور میشن. و چرا سیدا، حافظ، هلالی اینها بیشتر اشعار اینها رو مردم بیشتر میدونن بشناسن. و واقعا سیدا ببینید در زمان زندگی کرده است که اون زمان رو در بعد عصر 15 رو در ادب علمی ادب شناسی ما همونطوری که تحقیق کردن ادبیات فارسی تاجیکی به حوزه‌ها جدا شد. ادبیات منطقه ایران دوره صفویه و دوره قاجار، این دوره قاجار است که در ماوراءالنهر و در هندوستان و معروفترین حوزه‌ای که در تاریخ ادبیات ما در عصر 17 و 18 نوآوری در جده هنر شعر کرد، این حوزه ادبی هندوستان است. نگهی مست تو خون دل احباب خورد، تیغ بیدادی تو از دست اجل آب خورد. در جهان گم شده مهری پدر و فرزندی، ورنه رستم به چی بایست سری سهراب خورد. قدره میسر منصور برآورد بدار، وای آن کس که همه عمر می ناب خورد. هر که با دشمنی خلق روان است چو بر، زود باشد که سری خویش چو گرداب خورد. سیدای نصفی علاوه بر این به طبقه های هنرمندی جامعه آن روزه بخارا پیوسته در ارتباط بود. از میان طایفه مذکور دوستانی زیادی پیدا میکرد و آن یاران و دوستانش در موردهای ضروری به سیدا یاری مادی میرسانیدند تا که او تحصیلش را دوام بدهد
چون وضع زندگی امکانیت داد که سیدا تحصیل مدرسه را با موفقیت به انجام رساند و در عین زمان مهارت سخنوری و نقطه سنجی خود را تکمیل دهد. سیدا هم اگر اشعاری او را نگاه کنیم ما در مخمس‌های خود تضمین میکند بیشتر به صایب. پس معلوم میشد که او بیشتر شیفته اشعاری صایب بود. در اون روزگار که سیدا در آسیا زندگی میکرد بدیل حالا شهرت نداشته است. اگر که شهرت نداشت سیدا، اینا بدیل سیدا قریب هم عصرن، در یک زمانی در یک زمان زندگی کردن. برای همین هم اصلا تضمین و تتبعهای سیدا به صایبش بیشتر، بعد به محتشم است، به وحشی بافقی است، به مشفقی است، به جمعی هم بعضی تتبعها و تضمین ها کرده است. لیکن در مجموع سبک سیدای نصفی سبکی هست که واقعا هم بین سبک هندی و سبک عراقی میستد. یک سبک بسیار مرغوبی است. مثال اگر ما به سبک هندی، حوزه ادبیات هند نگاه کنیم، به چیزی به اشعار صایب و بعدتر وقتی به اشعار بدیل و دیگران نگاه میکنیم، اون مرکبی ها دارد. سرو را شمشادی قدش موج چون تصویر کرد، آب را موج خرامش پای در زنجیر کرد. ای دم صبح قیامت این همه تأخیر چیست؟ پاس خاطرداری صحبت مرا دلگیر کرد. هر سری مه با قدی همگشته می گوید هلال، گردش ایام ما را در جوانی پیر کرد. آن کمان ابرو غضبناک از سر خانم گذشت، چون هدف لوحی مزارم را نشانی تیر کرد. سیدا دنیا پرستان را نگردد نو لباس، چغز نتواند به خود ویرانه تعمیر کرد. سبک سیدا یعنی هم از سبک هندی بهره جسته است، هم از سبک خراسانی بهره جسته است، هم از سبک عراقی بهره جسته است و مجموعاً یک سبک بسیار گوشنواز، یک شعر بسیار بلیغ، فصیح، واقعا هم دلنشینی را ایجاد کرده است که هر کسی که مثلا همون مضمون‌های را، خواه مضمون اجتماعی است، خواه مضمون عرفانی است، خواه موضوع عشق است، همون را اگر بین صایب و بین بدیل و سیدا نگاه میکنیم، بیشتر مردم از سیدا متاثر میشوند. چرا؟ چون که واقعا خیلی دلنشین و این سبب دارد. همونطوری که در تاریخ ادبیات ما معلوم است، تحقیقات خیلی مکمل را هنوز سالهای 40 عصر 20 اکادمیک عبدالغنی میرزویف سیدا و مقام در تاریخ ادبیات تاجیک دارد. تحقیقاتی که واقعا تمام پهلوهای ایجاد سیدا را تحلیل تحقیق کرده است و این تحقیقات خیلی پرارزش است. در مقام سیدا رو واقعا استاد عبدالغنی میرزویف از همه جهت از نگاه علمی خیلی قوی بررسی نموده است و در همین تحقیقات آمده است که واقعا سیدا جنبه اجتماعی شعر سیدا خیلی قوی است. جنبه اجتماعی شعر سیدا قوی بودنش از اون است که او واقعا خود اهل هنر است، یعنی که در زمانی که زندگی میکرد الکی دربارها و شاعران دربار، خاصه در ماوراءالنهر، شعر در دربار رونق نداشت. رونق شعر در دربار بیشتر خاصی حوزه ادبی هندوستان بود و این سبب داشت، زیرا در بابوریه هند واقعا هم شاعر نوازی میکردن. یعنی در همون زمان یگانه حوزه‌ای که در اونجا شاهان و شاعران سیله بیشتر میدادند حوزه ادبیات هندوستان بود. اما در ماوراءالنهر، خب که سیدا که اهل نصف است، اینجا دربار از شاعران درباری بودن، لیکن شاعران درباری اون مقام و مرتبه ای را که تا عصرهای 13 و حتی بعدی اون هم شاعران در ادبیات داشتن نداشتند، یعنی شاعر نوازی نبود. برای همین هم سیدا خود از اهل هنر است، از اهل با صنف کارگر است، با دهقان است و با مردم عادی بیشتر پیوستگی دارد. سالی‌تر حیات عائلوی سیدای نصفی را مجبور می سازد که در روزگار جوانی پیشه بافندگی را دوام بدهد. او در غزلی می کنم بافندگی از ناجوری های عهد خود شکایت می نماید. در بهار از پاک کننگی زعفران باشد مرا، پاره ها بردوش از برگ خزان باشد مرا. بهری روزی می کنم بافندگی چون عنکبوت
خانه همچون دارباز از ریسمان باشد مرا. سعیدای نصفی از زمره آن سخنورانی است که در تاریخ ادبیات ما بیشتر به اهل هنر و هنرمندان توجه زیاد ظاهر کرده است. بغیر از آنکه او شهرآشوب نوشته است و دایر به کسب کارهای زیاد معلومات می‌دهد، اینچنین در تمام اشعار سعیدا اشاره ها درباره هنر، هنرمندی، یعنی با مهنت حلال روزی پیدا کردن دیده می شود. گل به گلشن دعوی صاحب جمالی می کند. هر کی زر دارد تمناهای عالی می کند. می توانی گفت دردی خود به یارانی قدیم، پیش میخواران دل خود شیشه خالی می کند. هر کی را باشد حباباسا به هستی اعتماد، تکیه بر دیوار ایوان شمالی می کند. هر کی خود را می کند در بزم نادانان صفت، پیش کوران دعوی صاحب جمالی می کند. هر کی از ملک قناعت سیدا شد کامیاب، کاسه فغفور را ظرف سفالی می کند. موضوع غزلیات سعیدای نصفی خیلی هم گوناگون است. وقتی که ما نگاه میکنیم غزلیات او از نگاه فراگیری موضوع در یک غزل میتواند هم موضوع عشق باشد، هم موضوع اجتماعی باشد، هم موضوع سیاسی باشد و بیشتر تکیه به اهل هنر دارد. و شهرآشوبی سعیدا در تاریخ ادبیات ما از آن جهت معروف است که او باید به 246 نوع ساحه‌های هنر معلومات میدهد. این گویی از آن میدهد که او واقعا هم با توده عادی مردم سر و کار داشت، یعنی با مردم عادی سر و کار داشت. و از اشعار سعیدای نصفی خلاصه می شود که واقعا هم او زندگی چندان خوبی نداشت. مثلا در یک مثنوی که شکایت از آن می نماید که دزد خانه او را غارت کرده است، یعنی با دوست به مهمانی می رود به خانه دوستیش، درباره عیش نقاش و رسام خیلی با قوت است، خیلی خرسندی میکرد، میگوید که خانه را پر دزد برده است، هیچی نمانده است. اون رو بسیار با یک علم از همون تصویری که او خانه خود را میکند، منزل خود را میکند، معلوم است که زندگی او هم خیلی عادی مثل مردم کمبغل صورت گرفته بود است. و یعنی که در شکایت از زمستان از سردی میکند، یعنی احوال اجتماعی مردم تاجیک در عصرهای 17 و 18 در شعر سعیدای نصفی خیلی برجسته و خیلی گوارا تصویر می شود. و فضیلت دیگری سخنوری سعیدای نصفی این است که او واقعا هم می تواند موضوعهایی را به شعر بندد که در خوری زمان بودند. ببینید همین موضوع عشق اگر باشد، موضوع عشق در تاریخ ادبیات هزار ساله ما چقدر دامنه گسترده دارد، لیکن در شعر سعیدا الکی نزاکت خود را پیدا می نماید. یعنی سعیدای نصفی کوشش میکند که موضوع عشق را در خورد محیط، در خورد حالت روانی، در خورد اوضاع اجتماعی تصویر کند. سعیدای نصفی با مقصد رهایابی از مشکلات روزگار با بعضی صاحب منصبان زمانش، حاجی دادگاه و رحیم بیوز نزدیکی پیدا میکند. شاعر حتی بخشیده به حکیمان دور عبدالعزیز خان و سبحان خان و عبیدالله خان با نیت دریافت انعام و احسان چندین شعرها می نویسد. خصوصیت از برجسته سبک هندی همین است که در آن صنعت ارسال مثل یا اینکه چی میگن تشبیه مرکب به کار برده میشه. مثلا سعیدا دنیا پرستان را نگردد نو لباس، چوغز نتواند به خود ویرانه تعمیر کرد. ببینید چنین است که گویا که دو مصرع کاملا مستقل هستند. یعنی که هر سری مه با قد خم گشته میگوید هلال، گردش ایام ما را در جوانی پیر کرد. یا که نفس سرکش را مسخر عقل پرتدبیر کرد، سگ شد دیوانه او را میتوان زنجیر کرد. ببینید همین جنبه لغوی شعر سعیدای نصفی از هر جهت قابل توجه است. یعنی که جنبه لغوی شعر سعیدای نصفی البته از جنبه لغوی شعر حافظ فرق میکند. با چند چیز. اول اینکه بیشتر کلمه هایی را استفاده میکند که امروز هم در زبان تاجیکی ما رایج هستند.
یعنی کلمه هایی که شاید اون زمان در حوزه ادبی ایران شهرت با استفاده نمیشوند، لیکن از شعر سیدای نصفی بوی محیط بخارا و سمرقند و من موارانهر میآید و به سبب نیست که در تاریخ ادبیات ما همه محققانی که ادبیات را بررسی کردند با ایجادات سیدای نصفی بهای بلند دادند. سیدای نصفی اشعار هدفناکی مدیحوی خود را کم‌ارزش دانسته، به این واسطه از میان ثروتمندان و صاحب منصبان دیگر مربی کابین نمی کند، زیرا با او اسرار دربار و درباریان تا اندازه آشکار می گردد که زمامداران دور کمخیرد و بیدانشند. از این را دار بودن را از ایشان اولادتر می حسابد. این است که سیدا می گوید در عهد ما رواج به اهل هنر نماند، امروز آبروی به لعل و گوهر نماند. از هیچ خانه نبرآمد صدای جود، در روزگار ما ز کریمان اثر نماند. گردون سفله به هنران را رواج داد، از بس که اعتبار و صاحب هنر نماند. سیدا مردی هنرمند از تردد فارغ است، دست اگر در کار مشغول است پا آسوده است. میره در یک بیت زیبا چقدر عرض مطلب میکند، یعنی که میگوید که در اینجا کلمه تردد به معنای حرکت، این طرف اون طرف حرکت کردن است. یعنی کلمه تردد واژه عربی است، اینی که یک معنایش چیزی آماده شدن، تیار شدن، یک معنایش کوشش و سعی کردن و معنای در این بیت اصلا به معنای حرکت زیاد. یعنی میگه که مردی هنرمند نگه از تردد فارغ است، یعنی آسوده است، یعنی بسیار حرکت زیاد نمیکند. ببینید مثل همینی که اگر تو هنر نداشته باشی عربه کشی میکنی، هر روز تو بگه حرکت میکنی، میدوی، میپری، چهار طرف میروی که برای روزی به دست بیاری. یعنی که اون کسی که هنر دارد او از تردد چی است؟ خالی است. او بسیار حرکت زیاد نمیکند. یعنی وقتی که دست کار میکند میگه پا چی است؟ آسوده میماند. یعنی دست کار کردن به چند معنی است؟ به معنی اینکه مثلا هنرهای زیاد میتواند داشته باشد. مثلا هنری زرگری دارد، هنری آهنگری دارد، هنری مثلا جامه‌دوزی دارد. اون که انسان با دست وقتی هنر را وقتی با دست انسان بیشتری هنر را از طریق دست صورت میگیرند. برای همین هم سیدا در همین یک بیت میگوید که انسان باید همه وقت از پشت مهنت حلال روزی به دست دارد و در سراسر اشعار سیدا ترغیب می شود که انسان مثلا نمیتواند توکل کند، در یک جا بنشیند، به گفتگو ریزق مهیا نمی شود، این قفل به کلیدی طمع وا نمی شود. میگه سیدا یعنی که انسان باید که برای روزی حرکت داشته باشد، یعنی کوشش کند. حالان که اشعار سیدا هم نه باور و هنر خراسان حتی در قلمرو ایران و هندوستان پخش گردیده بود. شاعر به این معنی چنین میگوید: به ملک اصفهان و هند میخوانند اشعارم، زی ترکستان اما هرگز ندارم اعتبار اینجا. در ادبیات عصری میانگی ما شاعران زیادی هم مرتبه و مقام سخن رو در پیش ممدوحان خار کردن. در شعر سیدا این چنین نیست. در شعر سیدا همه وقت احساس می شود که او یک مرد خیلی آزاده است، یک مردی آزاده هست که به دنیا چندان التفات ندارد و بیشتر کوشش میکند که با توده های مردم باشد و از حال و احوال روانی مردم سخن به میان میآورد. شعرهایی رو میگوید که در آن توده های زحمتکش با تمام هم خصلت‌های باطنی و هم خصلت‌های ظاهری تصویر می‌شوند و خود همین بهاریات سیدای نصفی در تاریخ ادبیات ما از اون جهت ارزش دارد که ببینید در آخر مورچه ها غالب میآیند. ببینید غالب کردن مورچه ها یعنی که توده مردم مهنت کش رو او غالب می‌آورد. واقعا هم با توده
با طبقه تکیه میکند که همون ریسک روزی، همه زندگی انسان ها از دست با آنها بستگی دارد. برای همین هم بهاریات سیدا، هم شهرآشوب سیدا، هم مثنوی های او و هم تمام غزلیات و مخمسهایش جنبه قوی اجتماعی دارند. نمی آیی به بالینم، نمی گیری خبر از من. الهی دل به بیرحمی ده، گردی بتر از من آن مرغم که در صحن گلستان بود، پروازم تمنای وصالت ریخت، آخر بال و پر از من. نه من بازم نه تو صیدی، نه من شیرم نه تو آهی، چرا ای بی مروت می گریزی ای قدر از من؟ مپرس ای سیدا امروز احوالی سراپایم، جدا گشتم از بحر صراحت پا و سر از من. اگر جنبه اجتماعی شعر سیدا رو هم ما صرف نظر کنیم، جنبه هنری او هم از همه جهت قابل ملاحظه است و میتونیم بگوییم که مثلا در آسیای میانه، در ماوراءالنهر، همون خاتمه الشعرایی که میگن، یعنی بزرگترین شاعری که در آسیای میانه زندگی کرده و ایجاد کرد در صداهای اخیر، اصلا سیدای نصفی است. درست است که در عصر 19 هم در عصر 18 و 19 دیگر سخنوران بودند، مثلا شاهین و دیگر شد، اما مقام سیدا رو دیگر هیچ کسی از سید در ماوراءالنهر هیچ یک سخنور دیگری از دوره از زمان کلاسیکی در پایه سیدای نصفی نرسیده است. چون زمامداران از اهل شعر و ادب، فرهنگ قدرشناسی نمی کردند، بسیار فرهنگیان زمان شاعر جلای دیار کرده بودند و بیشتری آنها به سرزمین هند رخت سفر بسته بودند. شاعر به حالت مذکور چنین اشاره می نماید: از تهی دستی چو سر پایان یافت و این حالت ها شاعر را روحاً اذیت می دادند. این بود که شاعر رهایی از این حالت پیش آمده را در گوشه‌نشینی کناره‌جویی پیدا کرده خواست و این را اشعار و ایجادیات زیاد برای امروزیان و میراث گذارد. هدف از شعر تنها تصویری کامیابی ها نیست. یعنی وقتی که ما جنبه اجتماعی میگیم، در جنبه اجتماعی مناسبت شاعر با جامعه زیر نظر است، مناسبت شاعر با سیاست، مناسبت شاعر با آدمان. این جنبه اجتماعی شعر است و درست است که در همه زمانه مثلا درد و غم و اندوه، پرابلم های زندگی موجود است. برای همین سیدا اگر در جای مثلا از هنرمندان مثلا از هنر را مثلا مایه بهترینی به دست آوردن روزی میدوند، در یک جای دیگر بعضا مثلا توکل رو هم پیش میارد. این شعر میخوره حالت یک حالتایی هست، اما این حالتها کمن. یعنی اینکه مثلا زندگی بدی مردم را در محیط خود میبیند. یعنی که انسان در همه دور زمان اگر نگاه کنیم شکایت دارد از زندگی. در همه دور زمان انسان از زندگی شکایت میکند و اون روزگاری که سیدای نصفی زندگی میکرد، احوال سیاسی و اجتماعی در آسیای میانه چندان خوب نبود و احوال اجتماعی مردم در اون پایه‌ای نبود که مثلا کیرای ستایش و تعریف بلند باشد. برای همین در بعضی از اشعارش او احوال پستی طبقه‌های مردم را تصویر میکند. در یک جای دیگر مثلا از آنها ستایش به میان میارد که مثلا مثل که ناصر خسرو جهان را خرمی از دهقان است به این مضمون، یعنی که دهقان و کارگر و برزگر و دیگر طبقه‌ها را خیلی ستایش میکند و در عین زمان زندگی بدی آنها را نیز انعکاس میکند. از بعضی تصویرهای اجتماعی شاعر بسیار لحظه‌های روزگاری او را میتوان پیش نظر آورد که برای برقرار و پررو نمودن زندگی نامه سیدا یاری میرسانند. مثلا به این تصویر اجتماعی شاعر اگر توجه کرده شود، احوال اجتماعی ادیب باز هم روشن‌تر می‌گردد و پایان عمر سیدای نصفی نیز در بخارا گذشته است و او تخمیناً سال 1711 در همانجا وفات کرده است. ای مه شبی به خانه‌ام آیی، چی می شود؟ بر من دری سی غیب گشایی، چی می شود؟ تا که ز پیش دیده من بگذری به ناز،
در چشم من چو سرمه درآیی چه می شود؟ یخ بستم چو شمع ز سرمای روزگار، ای آفتاب چه می شود؟ گردم بگیردی کوی تو هر شب چو سیدا، یک ره تو هم ز خانه برآیی چه می شود؟